خدا بشناس. خود شناختن خدا شناختن. و من حرف نفسه فقط حرف ربه. هر کس نفس خدا شناخت خدا را میشناسه. نفس تو بشناس. ولی تو کل جهان شناختی، نفس خدا نشناختی. داخل و خارج شناختی، تمام کشورهای دنیا را شناختی، اما وجود خدا نشناختی. نفسی که زیر پیراهن کس نشناختی. آسمان و زمین شناختی، کعبه و مدینه را شناختی، پول و پیسه و همه چیز شناختی، اما خدا نشناختی، نفست نشناختی. حالا تو ببین به خاطر چی خلق شدی؟ خلقت تو به خاطر چی است؟ چرا سر در گریبانت نمیکنی؟ چرا در عالم تفکر نمیری؟ چرا بیدار نمیشی و خدای واحد و لا شریک عبادت نمیکنی؟ چرا نمیکنی؟ دلیل چیست؟ به خاطری که نفس در تو حاکم است. نفس در تو حاکم است. شیطان در وجود تو خواص میاره. شیطان در وجود تو ویروس پخش کرده. در نفس تو ویروس میاد. وقتی که آمد نفس تو از طرف خدا رو طرف دنیا میشه، میلت به طرف دنیا میشه، قلب تاریک میشه. وقتی که نفس انسان، شیطان در نفس انسان علول کرد، نفس به کبارت رسید، به کبارت گناه رسید و تاثیرات از این بالای قلب انسان چه میکنه؟ علول میکنه. وقتی که قلب مریض شد دیگه انسان از یاد خدا لذت نمیبره، دیگه انسان از عبادت خدا لذت نمیبره. چرا مریض شد؟ امروز شخصی که از تقوا، عبادت، بندگی، از دین و دینداری لذت نمیبره، قلبی از این مریض است. خداوند در قرآن پاک مهربانی میکنه فی قلوبهم مرض. قلبها مرض دارد. اینا این مرض توسط چی از بین؟ ولی هر مرض جسمانی که به تو میخواد به طبیب ظاهری و دکتر مراجعه میکنه. اینا طبیب ازی کی است؟ در حقیقت طبیب ازی انبیاء علیه السلام، بعد از انبیاء علیه السلام اولیای خدا هستند که بر اثر آثار صحبتشان این ظلمات و تاریکی را چه میکنن؟ حالا صلحا چی را میگه؟ که مردم صالح بشین، که مؤمن بشین، که یک عالم دین بشین. چرا بشینم؟ که صحبت داره و از دین گپ میزنه. صحبت از او بالای تو تاثیر میزنه. یعنی قلب از او پاک شد از این مرض. دلهای پاک لازم است، نه صورتهای پاک. دل پاک لازم است، نه صورت پاک. صورت پاک آب و شامپو و صابون پاک میکنه، اما قلب چه پاک میکنه؟ قلب انسان تقوا و عبادت و بندگی، هم صحبتی با محبین خدا، همی که مهربانی میکنن. العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. آرام کسی که همون خوی و صفات انبیاء علیه السلام در وجودش است، اینا وارث نبی هستند. که از اینا ششتن قربان باطن انسان پاک میکنه. صحبت زیاد تاثیر داره. کل مجلس معصران ولی کل مجلس تاثیرون. صحبت زیاد آثار عصر و تاریخ تاثیر داره که این ظلمات و تاریکی و تفرقه و نفاق و شقاق و ایدبینی و بدبینی و خشونت و خشم و جنون و جلال از باطن انسان میبره.